در هفته اخیر سفر رئیسی جلاد به روسیه رو داشتیم. موضوع گفتگوی این دفعه‌مون با بابک حول همین مسئله هستش. بابک، این سفر رئیسی رو تو چطور دیدی؟ این سفر رئیسی در یک جمله باخت، توسری، ذلت. الان بریم که جواب دادم. این که گفتی که عام رژیم، یعنی همیشه اینجوریه، در این مورد مشخص. ولی تمام سوال جواب شما تو همین حرف. بله. اما در مورد این سفر، خوب این سفر رو به 3 مرحله تقسیم کنیم. بله. مرحله قبل از سفر، حین سفر، پس از سفر. حین قبل از سفر که خب معمولیه، رژیم میگه میخوایم بریم راهگشایی استراتژیک کنیم، نگاه به شرق داریم، ابرقدرت منطقه‌ای هستیم و تحریم رو میخوایم دور بزنیم. از این چرت و چوله‌های همیشگی میگه. به نظر من بهترین جایی که رژیم میتونست ترمز بزنه همین جا بود که این سفر رو نره. چون این سفر رو رفت و یک ذلتی بر ذلتاش اضافه شد. درست عین انتقام سختی که سر قاسم سلیمانی گفتن. بله. تا قبل از اینکه صحبتش بود هر کی فکر می‌کرد می‌خوان چیکار کنن، وقتی که انجام دادن خب فضاحت کامل بود. البته این مرحله ما قبل خودش هم خیلی پر از توهمات و تخیلات رژیم بود، هم خیلی کم هزینه بود. بله، چون این چیزا که تو رژیم عادیه دیگه، همه که چرت و چوله‌ها عادیه دیگه، همیشه از این حرفا میزنن. مخاطبش هم که آدمیزاد نیست، همین نونخورای خودشون، آدمای بسیجی و لباس شخصی و پاسدار و خانواده، همین آدمایی که سطح شعورشون هم مشخصه، در حد همین حرفاست. حالا خوبه که بریم تو مرحله خود سفر. رئیسی که وارد فرودگاه مسکو شد، پوتین نیومد ملاقاتش. گفتن آقا چرا رئیس جمهور نیومد ملاقات رئیس جمهور؟ گفتن چون فرودگاه دوره، رسم اینه که رئیس جمهور روسیه نمیاد. اگه مثلا پوتین می‌خواست پیاده بیاد. گفتیم خب فرودگاه رو گذشت می‌کنیم. رفتن جلوی در کاخ کرملین، بازم استقبال ازش نشد. گفتیم خب این دیگه چیه؟ گفتن رسم کرملینه که جلوی درم نمیاد. خوبه. و اصلا گفتن پروتکل کرملین اینه که رئیس جمهور روسیه نمیاد جلوی در از کسی استقبال کنه. بله. خوبه یه چند تا فیلم از استقبال رئیس جمهور روسیه از چند تا رؤسای کشور ببینیم تا ببینیم این پروتکل خاص کرملینه یا پروتکل دوری از این موجود بدنامی، مهمان بدخوانده ناخوانده بدنام. بله ببینیم. Hakikaten çok farklı bir şekilde kendini gösteriyor. В июне сменил на посту Беньямина Нетаньяху, так что это первая личная встреча. خب اینا دو تاش که من میدونم تو اوج کرونا بوده. یکیش که اصلا مال مهر همین امساله، یعنی در اوج بازم کرونا. در حالی که خیلی هم نزدیک بودن و اصلا چنین رسمی نداشتن. حالا خوبه ورود رئیسی رو به همین کاخ کرملین نگاه کنیم تا یه بار دیگه بفهمیم که کرونا در کار بوده یا یه عمدی بوده که با این جانور تو یه شات کسی نیفته. خوبه ورود که این جانور هم به کاخ کرملین نگاه کنیم. بله خیلی افتضاح. البته بعد از کلی گشتن، چون استقبالی که نبود بفهمن چی به چیه، بالاخره در ورودی رو پیدا کردن رفتن تو. دقیقاً. من یاد این آدمایی که میان از این جای دیگه میان توی شهر بلد نیستن، بعد با یه آدرس کورمال پیدا میکنن، بعد تازه شکم دارن که اینجا رسیدن خودش باشه، بعد تازه آدرس هم پیدا میکنن. از یه دری رفت، من بکنم در پشتی کاخ کرملین بود، این دری که مثلا تدارکات کرملین میارن زباله میذارن، میرن ماشین زباله شهرداری زباله مسکو میاد زباله میبره، چون اصلا به اون سطحی نبود که رئیس جمهور بره تو. به هر حال از اینم بگذریم، اینم رسم کرملینه دیگه. خوبه ورود این آخوند جانی رو به اتاق کار پوتین هم ببینیم، رئیس جمهور روسیه ببینیم اونجا چه استقبالی شده. شاید برف بوده، هوا سرد بوده، بیرون نخواستن استقبال کنن، ببینیم تو اون اتاق چطوری استقبال می‌کنه. اینم کلیپش رو ببینیم خوبه. Алейкум ассалам. С этим ковидом жить невозможно нормально. زندگی اصلا نمیشه کرد با این کووید. خیلی خوشحال. Очень рад вас видеть. ببین
تهران میرفتی خونه اجاره کنی یا خونه بخری، بنگادار میبردی خونه های اتاقش خالی بود، صحبت میکردی صدات میپیچید، بچه‌ها خوششون میومد داد بزنن، که بپیچه صدا، دیدی چه سلام کرد، چه اکویی داشت. البته بالاخره بعد از کلی گشتن صابخونه رو دیگه کنجی گیر آورد دیگه، بالاخره یه صابخونه گیر آورد، بالاخره پیدا کردن اتاقی که باید برن کدومه. تو این اتاق هم چیزی که جلب نظر میکنه نه ملاقات کننده است نه ملاقات شونده، یه میز بزرگی اون وسط هست که همه نظرها روی اون میزه. آره البته خیلی هم عجیبه، من همین که این میزو به قول تو گفتی دیدم به ذهنم زد این به این گندگی رو اصلا چجوری آوردن تو، از کدوم در بردن تو این میزو. این ذهن همه رو گرفته. تو فضای مجازی میگن این میز از زمان نیکولای دوم اونجا بوده، این میز بوده دورش این اتاقو ساختن. یکم به شوخی میگم این میز کوچیکه بوده بچه بوده بردن تو بعد بزرگ شده. بله میز اونقدر بزرگه که مترجم از این ور بخواد حرف اینو ببره به اون ور باید یه خودرو بگیره بره حرف اونو بزنه بیاد حرف اینو به این بزنه. بعد سوال همه شده آخه شما انقدر می‌خواستید دور بشینید، خب میرفتید جلسه آنلاین میذاشتید که صوت و تصویرتون واضح به هم برسه. چون الان دیدی مثل این آموزش‌های نظامی از تخمین مسافت، مثلا میگه اونی که دارم میبینم یه شبحی میبینم ممکنه پوتین باشه، اونم یه شبحی میبینم ممکنه رئیسی باشه، چون این میزان فاصله اصلا تو دید خطای دید ایجاد میکنه. یعنی اصلا سوال همه شده بود بابا تو این همه تو این برف و بوران کوبیدی رفتی کرملین که 8-9 متر با رئیس جمهور روسیه که از صدات برسه نه تصویر واضح ببینی. خب در این دنیای تکنولوژی می‌نشستی آنلاین جلسه میذاشتی. یعنی تمام سفر تا اینجا یک فضاحت کامله. حالا فضاحت اصلی چیه؟ نماز خوندن رئیسی. رئیسی این طراحهای تشریفات رئیسی به ذهنشون زده بود که این سفر یه سکانس مهیج داشته باشه به اسم نماز خوندن. آره. و طراحی کرده بودن که رئیسی 2 رکعت هم نماز اونجا بخونه. که این کار رو انجام داد. رئیسی نماز خوند. منتهای مراتب نماز رئیسی، خب نماز رئیسی که اهل نماز روزه اینا که نیست. نماز رئیسی هم مثل بقیه نمازهای آدمای رژیم 2 تا شرط باید داشته باشه. میدونید 2 تا شرطش چیه؟ نه مثل نماز آدمیزاده یکیش احتمالاً باید خیلی ریاکارانه باشه اگه رژیمو داریم. بله. یکی که باید قصد قربت شیطان باشه که در مورد رئیسی این حله، چون خودش دیگه رفیق صمیمی شیطانه دیگه. اصلا شیطان رئیسی با هم میشینن، شیطان رزومه رئیسی رو میبینه اصلا از کارهای نکرده خودش خیلی احساس کمبود میکنه، چون خیلی از کارهایی رو که رئیسی کرده شیطان نکرده. بله. یکی هم حتما باید توی نماز دوربین باشه، یه تیم قوی فیلمبرداری باشه که بتونه این صحنه رو ضبط کنه. که یک تیم فیلمبرداری همیشه با رئیسی هست. دیدی تو بازی سرزده آره سرزده‌ش هم میره یک تیم قوی فیلمبرداری با مدرن ترین دوربین ها به صورت سرزده و خودجوش اونجا هستن و از این جانی فیلم میگیرن. این کاری هم که این رئیسی کرد رو نماز نبود، یه دلاراست شدن بود دیگه. حالا جالبه که همین نماز هم این سکانس یادش رفته بود. پوتین بهش گفتش که اذان شده نمیخوای نماز بخونی، چون اصلا نماز نمیخونه که قرار بود نمایش اجرا کنه، یادش رفته بود. پوتین بهش گفت ببین اذان شده، چون نفرات رئیسی میگن پوتین بهش یادآوری کرد که اذان شده نمیخواد نماز بخونید. حالا فکر می‌کنم مثلا خیلی کار بزرگیه، نمیدونن چه توسریه که بابا تو باید زودتر میگفتی مثلا نماز بودی. تازه همینو به کنار. خب آقا در دنیای آدمیزاد متعارف آدم میگه ملاقات رو یه جوری میندازن اگه کسی واقعا اهل نماز خوندن باشه، نه رئیسی جلاد. خب میگه آقا ملاقات رو بندازیم یا من قبل از نماز یا بعد نماز. بله. تازه اگرم یه ملاقاتی طول کشید خب مثل بچه‌ها آدم میره توی یه اتاق نماز میخونه دیگه. بله. حالا این سکانسی اشکال داشت، یعنی طراحای رژیم این فکر رو نکرده بودن. به اصطلاح سینمایی‌ها لوکیشنش غلط انتخاب شده بود. چرا؟ این اتاق محل تردد سگای رئیس جمهور روسیه است. نه به خاطر اینکه یه جایی که سگ تردد کنه نمیشه نماز خوند. الان مشکل اون طرفیه، چون برای رئیسی 2 تا شرط نماز بوده. یکی که قربت به شیطان که همیشه هست، فیلمبردارم بوده. اون سگا الان مشکل پیدا کردن دیگه. ما تو اتاقی نمیریم که رئیسی توش نماز اصلا تردد کرده. برعکس، نه اینکه چون سگ بوده این نمازش باطله. سگ الان معترضه. چرا جایی که من بودم رئیسی رو آوردید؟ الان اون سگ فرار کرده میخواد بره سیبری، میگه من دیگه اینجا نمیام. این کار رئیسی هم خیلی انعکاس داشته، چون بر همون منطقه میگن بدنامی بهتر از هم داخلی هم خارجی. هم داخلی و هم خارجی. این دلاروس شدن رئیسی نمیدونم حالت چند رکعت هم خوند، 2 رکعت خوند، 3 رکعت، 10 رکعت خوند. معلوم اون که میخواست فیلم بازی کنه. بالاخره اون چند تا پشتکی بارویی که زد انعکاس زیادی داشته. گفتم البته با منطق بدنامی بهتر از گمنامی. من 2 تا نمونه خروار میخونم، یکی داخلی میخونم، یکی هم خارجی. بله. روزنامه شرق از اون باند مغلوبه. ببینید چی نوشته.
آیا معنای این عکس در افکار عمومی به همان ترتیبی برساخته می شود؟ این جملهشه که تیم رسانه‌ای رئیس جمهور خواسته. یعنی میگه اون سناریویی که طراحی کردید واقعا در عمل تونستید اجرا کنید؟ انبوهی از لطیفه ها و طنز در شبکه‌های اجتماعی در حال گردش است. از اینکه دستشون انداختن جوک دیگه. آره. حالا محترمانه دعوای خودش که معنای این نماد پردازی را، معنای نمایش و مسخره بازی رو میگه نماد پردازی. منظورش که این مسخره بازی را نمایش مخدوش و بی اعتبار میکنن. میگه تو رفته بود یه کاری کنی اضافه کنی به خودت، بدتر زدی تو سر خودت. ابراهیم رئیسی ویژگی های لازم برای اجرای چنین نمایش هایی را ندارد. فوتوژنیک نیست. فوتوژنیک یعنی چی؟ یعنی خیلی بیریخته. حالا منظور که چهره برای هر انسان چهره داره. میگه بابا این انقدر آدم کریه به لازم ماهیت اصلا خوب تو دوربین نشونش ندی. چه چیزی داره این جانور همیاره جلوی دوربین؟ سخنور نیست، یعنی بی سواده. داره محترمانه میگه، یعنی بی سواد است. فاقد زبان بدن مناسب است. منظورش چیه؟ توانایی کنترل احساسات در چهرهش را ندارد. میگم مثلا احساسات نداره. آخه کسی که کارش فقط کشتار بوده چجوری میخواد احساسات جلوی؟ بله. من اگر جای تیم رسانه‌ای رئیس جمهور بودم تمام تمرکزم را متوجه ارائه تصویر آنکادر شده محدود به حوزه‌های اداری از او می‌کردم و به عنوان یک بازیگر، یعنی میگه این فیلم بوده، یک برایش نقش‌های دشواری در نظر نمی‌گرفتم. یعنی بیشتر بارش نمی‌کردم که زیر بار بخوابه. مثل قاطر بار می‌کنی بیشتر از توان این جلاد نباید بارش کرد. نتیجهش این شد دیگه. رئیس پوتین میگه نماز بخون، اونم میره دلاراست میشه، نتیجهش هم یه انعکاس دیگه هم از سایت رادیو آلمان. ببین سایت رادیو آلمان، سایت‌های خارجی معمولاً وارد این مقولات نمیشن، رعایت میکنن. خیلی هاشون هم نظر خیلی منفی ندارن به این جور. ببینید رئیسی چیکار کرده، اون چی نوشته. دیدار رؤسای جمهوری ایران و روسیه با وقفه‌ای در جریان نماز خواندن رئیسی همراه شد. این اقدام ریاکارانه، ببین چیکار کرده که سایت رادیو آلمان که حواسش هست یه خیلی مسائل رعایت کنه، میگه این اقدام ریاکارانه، سیاسی و نمایشی، شدت گرفتن ابتذال در سیاست ورزی را بازتاب داد. ما اولش میگیم ابتذال رژیم، حرف خودمون شدت گرفتنش داده. اگر دغدغه وی امری عبادی و خواندن نماز اول وقت بود، آلمانیه داره بهش میگه، مسیحیه داره بهش میگه که تو دغدغت نماز بود، میتوانستی درخواست کنید تا ملاقات به گونه‌ای تنظیم شود که با اوقات شرعی تلاقی نداشته باشد. همون حرفی که ما زدیم. اگه واقعا تو اهل نماز بودی راحت. اهل نماز اینا که نبودن. ببین امید، داستان این سفر و فضاحتاش تموم نشدنیه. میگن این سفر، تو این سفر نگاه به شرق، انقدر شرق چششونو زد، بلافاصله که از شرق برگشتن نگاه کردن به غرب، گفتن مذاکره مستقیم میخوام بکنم. والا وقت ما شرقی نه غربی، یعنی هم شرقی هم غربی. من حاضرم 3 تا برنامه پیک شادی راجع به فضاحت این سفر، چون خود دفتر تشریفات این آخوند جلاد رئیسی 5 صفحه راجع به این نوشته که نه اینجوری نبوده، ما اونجا عصرونه خوردیم، ماشین داشتیم، ازمون استقبال کردن. یعنی انقدر رو سرشون خراب شده که الان فقط دارن مالکشی این کارهای رئیسی میکنن. اصلا رئیسی از روزی که اومده یکی از کارهای مالکشی فضاحت‌ها اینه، چون یه آدم بی سوادی مثل یه فیل که چه عرض کنم، جانوری بنزی، جانور عظیم جثه بنزی تو مغازه چینی فروشی، هر طرف به چرخه میزنه خراب کاری بار میاره. اینقدر شما رسیدیم این دفعه بگیم. بله. خیلی متشکرم بابک از شرکت این دفعه در برنامه پیک شادی و البته تونستی همونطور که میگی وقت اجازات بخشی از این وضعیت رو برای ما بگی. تشکر میکنم ازت. خب همراه بودیم با بابک و نگاهی داشتیم به سفر مفتضح آخوند رئیسی به روسیه. اما این سفر در فضای مجازی و به خصوص توییتر هم بازتاب‌های خیلی زیادی داشت و کاربران توییتر فارسی تا دلتون بخواد در این رابطه جوک ساختن و جوک نوشتن. با صالح همراه میشیم تا نگاهی داشته باشیم به گزیده‌ای از همین توییت ها.